ساکنان شهر دوشنبه از شیوه برگزاری یارمارکه‌ها در عرفه عید رمضان انتقاد کردند. شکر می‌برن، شکرشون هم کم می‌برن. میگیرن سرازا با میگیرن محکم میکنن. ساعت چی نشده محکم میکنن میبیایی با هم خیلی. یارمارکه‌های فروش محصولات معمولاً در عرفه عید و جشن‌ها به خاطر تنظیم نرخ‌ها برگزار می‌شود، اما ساکنان میگویند آن به درد نمی‌خورد. من گلوس 20 تومن، خیش 15 تومن 20 تومن هیچی نخرد. پیش وقت ما همین 8 تومن میگرفتیم قیمتی، خیلی قیمت. یارمارک‌ها هم خیلی می‌بیارن و بسیار نه. می‌بیارن با همین بزرگشو میگیرن سودا میکنن. آنهایی هم که با امید با نرخ ارزان خریدن مال و محصولات ضروری به یارمارکه میآیند ناامید و با دست خالی برمیگردند. برخی هم میگویند نرخ محصولات نمایشگاه‌ها از بازارها فرق نمی‌کند. به هر حال این یارمارکه‌ها به نوگانی نماند، نوگانی که ساکنان را حیرت زده کرده است. سپید نکردیم، لیمیت کردگیم 30 تومن دمی خرید، دیگه 18 نمیخریم. مقامات تلاش دارد با برگزاری یارمارکه فروش محصولات در برابر نرخ‌های گران بازارهای رسمی مردم گزینه داشته باشد، اما این یارمارکه‌ها از نظر ساکنان آهسته آهسته شبیه همون بازارهای رسمی می‌شوند.